درود دوستان عزیز، درود به فرزندان صادق این ملت، درود به آنهایی که تاجیکستان عزیز را با جان و با ایمان و با صداقت خود حفظ میکنند. البته باز هم یک سال سربلندی سپری می شود. در این یک سال تاجیکستان ما خیلی رشد کرد و شکر از آن میگوییم که امسال نیز تاجیکستان ما با صلح و امنیت و با استقلال کامل خود به سال نوین میرسد. پیام نوبتی پیشروی معظم ملت را نیز گوش کردیم و خیلی بهره ها برداشتیم و یک دستور عملی است باز هم برای سال آینده. میخواستم بخشیده به این روز خوش که پیشوای معظم ملت پیام خود را ارائه کردن یک شعر را ببخشم و شاید در جواب این گفته های من برخی از عدوان ملت عصبی می شوند، ولی ما پروای آنها را نداریم، زیرا که ما فرزندان صادق این ملت، البته پیروان پیشوای معظم ملت هستیم و به اصطلاح میگویند که آواز سگان کم نکند رزق گدا را. شعر چنین است: خنده هایت خنده بخت تمام ملت است، روی نورافشان تو ماه بشام ملت است، کرد ملت را برون از ورطه رنج و الم، شهد شادی با تو یک عمر به کام ملت است. کف زدن بر هر کلام دلپسند پیشوا، به یگان تردید دانم احترام ملت است. این پیام را که اهدا میکنی بر خلق خود، بر تمام روی عالم چون پیام ملت است. آرزو دارم مقامت از سما هم بگذرد، آرزو دارم مقامت از سما هم بگذرد، چون مقام پیشوای ما مقام ملت است.